معرفی ولایت زیبا و کهن نورستان. ولایت نورستان با طبیعت زیبا که ترکیبی از جنگل و کوه است و با خانه‌های منحصر به فرد یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان است. ولایت نورستان با طبیعت زیبا که ترکیبی از جنگل و کوه است و با خانه‌های منحصر به فرد یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان است. ولایت نورستان در شمال شرقی افغانستان قرار دارد و یک منطقه تاریخی است که در هر دوره‌های مختلف به نام‌های مختلف مسمی گردیده است و به لحاظ جغرافیایی یک منطقه کوهستانی با جنگل‌های انبوه است و چندین رودخانه از کوه‌های آن سرچشمه می‌گیرد. نورستان از نگاه موقعیت جغرافیایی یک منطقه کوهستانی است که از زمانه‌های قدیم به نام بلور یا بلورستان یاد می‌شد و چون برای مدت‌ها مردم آن به ادیان باستانی و خود باور داشتند، انحصارگران دین آن را کافرستان می‌گفتند. اما باید گفت که بلورستان تنها به منطقه نورستان نه، بلکه بعضی مناطق کنر، چترال و کاپیسا نیز مربوط ولایت نورستان بود. قسمت اعظم نورستان از دره‌ها، کوه‌ها و تپه‌ها تشکیل شده و دارای زمین‌های زراعتی است و یک تعداد دریاها در آن جریان دارد که پل‌های چوبی در فراز آن ساخته شده است. زبان اصیل مردم نورستان نورستانی است، اما علاوه بر نورستانی اقوام پشه‌ای، پشتو و تاجیک نیز در این ولایت زندگی می‌کنند و زبان اداری این ولایت نیز پشتو میباشد. مساحت ولایت نورستان 9267 کیلومتر مربع و نفوس آن در حدود 400,000 تن تخمین شده است. اما تعداد زیادی از باشندگان این ولایت در ننگرهار، کنر و لغمان نیز زندگی می‌کند. پارون مرکز ولایت نورستان است. این ولایت در شمال با ولایت بدخشان، در شرق چترال و منطقه کشمیر پاکستان، در جنوب با ولایت کنر، با پنجشیر، کاپیسا و لغمان همسرحد است. این ولایت به شمول مرکز از 8 واحد اداری نیز تشکیل شده است. اقلیم نورستان ملایم است و بخش‌های شمالی نورستان بسیار یخ و درجه حرارت آن تا -15 درجه سانتیگراد می‌رسد. در فصل زمستان بارش شدید برف باعث بسته شدن اکثر راه‌های مواصلاتی آن می‌شود. هوای این ولایت در زمستان بسیار سرد و در فصل‌های دیگر سال معتدل و برفی، قسمت آن بسیار گرم میباشد. در مناطق مختلف نورستان جنگل‌های کلان و زیبا و دیدنی بیشتری وجود دارد. ارچه، بلوط، ناجو، گل بید، چنار، نیمه چنار و همچون درخت‌های دیگر در ولسوالی نورگان، نورستان غربی وجود دارد و یک تعداد مردم این ولایت مصروف مالداری میباشد. مردم این ولایت به ویژه زنان نورستان مصروف صنایع دستی چون تهیه تکه‌های پشمی و نخی می باشد که در ساخت لباس‌های محلی از آن کار می‌گیرند. معادن زیادی در ولایت نورستان وجود دارد که در گذشته به شکل غیر فنی و غیر قانونی توسط جنگ سالاران، زورمندان و متجاوزین خارجی استخراج می‌شد. نورستان با وجود دارا بودن معادن زیاد و مساعد بودن شرایط طبیعی برای ساخت و ساز فابریکات صنعتی به دلیل جنگ‌های گذشته چندان توجه نشده است. رسوم و رواج و فرهنگ مردمان این ولایت مالداری هستند. خانه‌های 2 منزله چوبی اعمال شده و روی چپرکت می‌خوابند و سر میز نیز نان می‌خورند. لباس‌های آنان از پوست و پشم حیوانات ساخته شده. مردمان آن از پکول استفاده کرده در عروسی‌ها پدر دختر از پدر بچه یک تعداد مواشی من حیث تویانه می‌گیرند. خویشاوندان و دوستان خانواده عروس و داماد بز، گوسفند و یا مواشی دیگر من حیث تحفه برای آنها می‌دهند. آن را حلال کرده و بعد آن را 24 قسمت تقسیم و برای پختن بر دیگ انداخته می‌شود. گوشت را نیم خام کرده و بعداً برای هر قسمت گوشت یک فرد ویژه استاد و آن قسمت را به همین فرد مشخص می‌دهند و در عروسی به جای نان گوشت داده می‌شود. بازی‌های مختلف محلی چون توپ دنده، قوسی، اورکی همچون دیگر ولایت در نورستان مروج است و مردم این ولایت به والیبال نسبت به ورزش‌های دیگر علاقه بیشماری دارند و همچنان در سالهای اخیر بازی کریکت نیز بازی می‌شود.